سلام، وقتتون بخیر. این سگ من ژرمن هستش، حدوداً 3 ماهشه. من اینو قبلا بردم دامپزشکی، جمعه‌ای بردم دامپزشکی، مریض بود. ازش که آزمایش گفتن که عفونت خیلی شدیده داره. حدود 4-5 روز اینا دارو میگرفت. بعد دوباره بعد از 2-3 روز دوباره دیدم بیحاله. امروز که بردمش دامپزشکی معاینش دوباره کردن، گفتن که ناراحتی قلبی داره، صدای قلبش بد میاد. رادیولوژی که انجام دادن گفتن که قلبش بیش از حد بزرگه و براش اکو اینجور چیزا نوشتن که داخل خود همون کلینیک انجام نمیدادن. اینم نسخه جدیدشه که هر 12 ساعت باید دارو بگیره. اینم شربتیه که بهش دادن و اینم قرصیه که بهش دادن. ممنون میشم کمکش